ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنين والثلاثة، فقال: من أسلف في شيء فيسرف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، برادران اسلام، گرانقدر مؤمنین و برادران کلمه و ایمان، امروز درباره بیع و شراء در این سلسله درباره سلام و رحم یک چیزی سخن میگوییم، درباره این که سلام چه معنا میدهد و این یک کار اقتصادی در اسلام است و یا این که رهن چه رولی دارد. رهن یک گروی که ما شما میگوییم او چی چیز است و در اقتصاد حکیمانه اقتصاد کدام رولی را بازی میکند. الله جل جلاله میفرماید: و ان کنتم علی سفر، اگر شما بودید در سفر، ولم تجدوا کاتبا، و کاتبا پیدا نکردین که در مابینتان عقد نوشته کند یا تحریر کند، فرهان مقبوض، ولهذا چارهش چیست؟ صاحب پیسه هم برایتان اعتبار نمی کند و کاتب هم موجود نیست. فلهذا من حیث این که سند تصدیق شو و عقد بجای بیاد چه چاره است؟ الله جل جلاله می فرماید: فرهان مقبوضه، می توانید شما یک چیزی را رهن کنید و گرو بدهید برای کسی که برایتان پول می دهد تا تضمین شود و وثیقه شود و بعد از وثوق و وثیقه آن که شما دادن برایشان یک چیزی در مقابل پولی قرضی که برای شما می دهد، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي، و اگر بدون از این همه چیزا در عقد بالایتان باور کردن و شما را امین دانستن، بعضكم بعضا، بعضی از مردم و بعضی، فليؤد الذي، ادا کنین آن قرض را و آن چیزی که گرفتین از پیشان، اوت من امانته، با امانت بدهن با آنها، چرا که باور کرده برای شما. ولیتق الله ربه، و در این معاملات بترسید از خدای خود، یعنی وقتی غداری نکنین، بیوادگی نکنین، در آن دیگه چیزای در میان نبیارین. ولیتق الله ربه، به رب خود رجوع کنین و رب خود را حاضر بدانید. فلهذا این بهتر است برایتان. ولا تکتم الشهاده، و هیچ وقت شهادت را اگر فرضاً در یک جای شاهد مقرر شدین، کتمان شهادت نکنین، آن را پنهان نکنید شهادت را. و من یکتمها، و آن کسانی که شهادت را پنهان میکنند و کتم میکنند و نمیگوید، فانه آثم قلبه. فلهذا این پس این است که قلب اینها که شهادت کتمان میکنند گناهگار از قلبشان، یعنی قلبش گناهگار میشود. والله بما تعملون علیم،
و الله جل جلاله میفهمد تعملون آن چیزی که شما میکنید. علیم دانسته است و داننده است و به همه چیزا میفهمد. ولهذا هر کاری در دل دارین و یا در دهان دارین و قول دارین الله جل جلاله میفهمد. علماء کرام میفرماید که مقبودتون یک چیزی گرو دادن بر یک کسی که سهولت شود برایشان و برایشان یک معامله تجارتی یا قرض شود و یک کسی به این که تنگ دست است به او فراخی بیاید. ولهذا می توانند بدون کاتب یک چیزی رهن کند، مانند این که می تواند یک باغ رهن کند یا برهن بدهد و گروی بدهد و یا زمین و یا خانه و یا دکان و یا دیگر چیزایی که و یک چیزای منقول مثلا طلا و نقره و قالین و دیگر اموال و وقتی که او را مقبوض می کند و می گیرد، چرا الله جل جلاله می فرماید مقبودتون، آن وقت عقد گروی صحیح می شود. راهن و مرتهن، دهنده و گیرنده هر دویشان عقد کند و یک چیزی که در مابین است، مثلا پول از امو راهن می گیرد و پول راهن می گیرد و مرتهن آن چیزی که گیرنده و دهنده پول می دهد و گیرنده آن چیزی که در دست رست دارد به نام گروی امرای مرتهن می ماند که اینمی گیرنده باید مطمئن شود اگر فرضاً این پیسهش می سوزد و یا کدام کار یا بالایشان نازل می شود، ممکن است همین چیزی که همراهشان است او را بفروشد و با قاضی رجوع کنند و یا در مابین خود را برابر کنند، او را بفروشد و قرض خود را پس از امو تادیه کنند و از امو برابر کنند. ولهذا رسول الله جل جلاله می فرماید مقبودتون رهان، آن چیزی که شما پیسه میگیرید باید یک چیزی برش رهن کنید و گرو بدهید تاکه پوره شود و قبضه بالایشان شود. و این آمنه وقتی که خلاص شد عقدتان بفهمین که در این هیچ چیزی نکنید. اگر شاهد باشید، اگر یکی از عاقدین باشید که عقد کرده باشید، اگر نید دل شما باید گناهکار شود به خاطر دل گفته که همه چیزا در دل می باشد و وقتی که دل مؤمن باشه با ایمان باشه هیچ وقت انکار نمی کند. اینجا الله جل جلاله قلب یاد کرده و به خاطر که در هر معامله قلب انسان باید بیدار باشه و به حق به طلب حق برود. الله جل جلاله این فرموده است. و دوم معامله سلام است. سلام معامله اوس معامله را میگوید، مثلا یک کسی با کسی پول میدهد و نسیه میدهد و برایشان میگوید یک ماه بعد، 2 ماه بعد، 1 سال بعد برایم در مقابل این پول فلانی چیز بدهید، مانند گندم، مانند خرما، مانند جو، مانند دیگر حاصلاتی که باشد در مقابل او باید سلام اجرا شود و این میتواند که سند نوشته کنه، مگر در سلام 16 شرایط است و این همه 16 شرایط باید مراعات شود و این سلف هم میگوید و نام سلف هم در عربیات می شود. ولهذا در سلام پول میدهی و مال را از پیش میگیری، اما در مال مؤجل و تاریخ نوشته میکند. و اینجاست که رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه آمدن، عباس رضی الله عنه روایت میکند، ابن عباس رضی الله عنه یسلفون فی الثمار، مردم مدینه سلف میکردن و سلف میکردن و سلام میکردن ثمار را. و ثمار آن چیزی که میوه هاست، مثلا از کجور و از دیگه چیز است، سنتن 1 سال نسیه میگرفتن و یا 2 سال نسیه میگرفتن و یا 1 ماه میگرفتن. فلهذا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خبر شد من اسلم فی شیء، کسی که میگیرد سلف میکند یک چیزی به سلام میگند، باید فی کیل معلوم، در آن کیل یعنی پیمانه باید معلوم باشد و وزن معلوم باشد الى اجل معلوم و آن تاریخی که شما به آن پس مبیعه یا آن چیزی که برای شما پیسه داده باید در وقت و زمان برش
سپاریده شود. فلهذا این است که باید شما همین کار بکنین. بعد از این سند درست است، عقد درست است و اینمی عقد درباره سلام است. و سلام الیه آن کسی است که پیسه میدهد و مسلم فیه آن کسی است که در مقابل جنس میدهد یا قیمت آن را میگیرد و رأس المال آن پیسه است که در مابین استعمال میشود. و این 16 شرایطی که در این بیع مقرر شده. مثلا بیان جنس است که چی چیز برش میدهد باید در واضح باشد. دوم درهم و دینار یا مثلا پولی مروج آن شهر باید یادآوری شود که فلانی برات میدیم فلانی چیز باشد و فلانی باشد و وقت و تاریخش باید معلوم باشد و آن کسی که در آنجا عقد کرده باید معلوم باشد، مقدارش معلوم باشد و در مقابل هر چیزی که میگه و پول هم باید نقد باشد با وعده باشد و آن مبیعی که بعد از این داده می شود و 1 سال و 2 سال می ماند یا ماه می ماند باید شریفانه پس به آن کسی داده شود که به آن گفته شده است که باید برش مال داده شود. باید در معامله غدر نکند، مطابق شریعت برش آن مال بسپارند که پول از آن گرفته است. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می فرماید قالت اشترى رسول الله صلی الله علیه وسلم. این بود سلام و بیع سلام رواست در اقتصاد اسلامی و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حکم کرده که باید این چیزا معلوم باشه. بعد از این میتوانید شما یک چیز نسیاه به نام سلام در بیع باید بگیرید. اگه میم به این که گروی یا رهن یا مرتهن آن چیزی که رهن میشود به چه ترتیب است. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت میکند قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي الى اجل رهنه درعا له من حديد. عائشه صدیقه می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم درع خود را، اسباب جنگی خود را، آن چیزی که می پوشید در جنگ او را گرو کرده بالای یهودی به خاطری که به یهودی گرو کرده به یک تاریخ معلوم و آن تاریخ معلوم به یهودی گفته شد که باید این را برای پس بتهد تا قرض برش بتهد. و می فرماید همین بیبی در حدیث دوم، این حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کرده و باز می فرماید بیبی عایشه صدیقه ام المؤمنین می فرماید توفى رسول الله صلی الله علیه وسلم، وفات کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم و درعه و آن لباس جنگیش مرهونتون گرو بود عند یهودی نزد یهودی و همراه یهودی بود آن سامانش و 30 ساعا و 30 ساع پیمانه جوز که ساع برش میگه 30 ساع گرفته بودن من شعیر از جو. رواه البخاری به خاطری که گرفته بود که این 30 ساع برش داده شود اهل و عیالش نفقه نداشتند و گرسنه بودند. فلهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم این اقدامی کردند و بالاخره در این اقدام رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودی 30 ساع دادن و رسول الله صلی الله علیه وسلم درع خدا برشان دادن. و همینطور ابی هریره رضی الله عنه می فرماید و او روایت می کند از رسول الله صلی الله علیه وسلم آن چیزی که گرو میکنین به طور مثال دابه یا حیوان گرو میکنین یا مثلا یک گاوی شیری را شما گرو میکنین و یا یک چیزی که او بار میبرد مثلا خر اسب آتر ایره میبرین یا سواری و شیر هر دویشان میدهد. رسول صلی الله علیه وسلم ابی هریره روایت میکند الظهر یرکب بنفقه، وقتی که شما سوار میشوین به آن در مقابل نفقه باید سوار شوین. مانند او را علف جو بدهید بعد از سوارشان سوار شوید. برای کی میگوید؟ برای آن کسی که مرتهن است مقبوض گرفته این چیزا را، نه اصلا یعنی گروی گیره پیسه گیرنده، نه اصلا مال گیرنده چیزی که اصلا او باید کار بکنه، یعنی اخذ کننده
اخذ کننده مال و آن چیزی که گرو گرفته است محبوس کرده و قبض کرده باید او کی کار بکنه. وقتی که سوار می شود برای بالای یک دابه باید با او همه علف و چیزی که نفقیشان است برشان بدهد. اذا کان مرهونا وقتی که چیز امرایش مرهونه باشد یعنی مالی که قبض کرده و همراهشان است. ولبن الدر یشرب بنفقه و از آن حیوانی که شیر می دهد شیر از پیششان بگیرد اما نفقی آن گاو یا آن شتری که شیر از پیش میگیرد باید او را ادا کند. یشرب بنفقه اذا کان مرهونا وقتی که امرایشان چیز باشه باید امرایشان این مال باشد. علی الذی یرکب و یشرب نفقه کسی که می نوشد شیره و کسی که بالایش سوار می شود باید نفقی آن را ادا کند. ولهذا این است که بعض علماء اینجا میگوید که نفع از چیزی که گرو کرده نظر به این حدیث بخاری میگه او میتواند که باید گرو بگیرد. یکی در خود این در این است که باید یک چیزی که گرو می شود او در قرآن ثابت است. رفرهان مقبودتون گرو می شود یک چیزی و قبض می شود برای مرتهن آن کسی که پول می دهد ولهذا با او داده می شود مقبوضتون. اگر فرضاً مقبوض نشود و یک چیزی برش ندهی عقد گروی غلط است نیست. و رسول صلی الله علیه و سلم همه میره میفرماید اگر فرضاً شما چیزی گرو کردین بخورین شیرشان و سوار شوین بالایشان اگر فرضاً نفع گرفتین در مقابل نفقیشان است. و این عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم است مطابق قربان که درع خود را بالای یهودی گرو کرده است. و میفرماید مگر سعید بن مسیب میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجاست که سعید بن مسیب میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا یغلق الرهن الرهن بند نمیکند رهن گروی من صاحبه از صاحب خود اصلی مالکش که چیزی است مثلا از گاو از مال الذي رهنه آن که رهن کرده و در گروی داده غنمه و علیه غرمه و آن چیزی که او غنیمت دانسته است و یعنی آن ملکیتی خود آن کسی که مالشان است در دست مرتهن او را مانع نمی کند. فلهذا با اوستا که همه چیزها را ادا کند و مالکشان است و ملکیتش رد نمی شود و چیز می کند و باید با این چیزی که استفاده می کند از آن مقبوضه باید خودشان بگیرد. اینجاست که این حدیث روایت کرده ابی هریره رضی الله عنه متصل مگر سعید بن مسیب روایت کرده مرسلا و امام صاحب شافعی به این دلیل گرفته که این حدیث ناسخ حدیث اول است که باید نفع گرفته شود. اما در این سند اول مرسل است چرا که صحابی را از یاد برده و ذکر نکرده و در حدیث دوم ابی هریره رضی الله عنه دلیل گرفته امام صاحب شافعی که باید گرفته شود. فلهذا این دو حدیث متعارض شدند و خود قرآن ثابت کرده که قبض باشد. اینجاست که همه علما در مابینشان گپ میزنه و یکی به دیگه برابر میکنند و میفرماید که چطور شود گروی علما به چندین قسم تقسیم شده. یکی حدیثش که شما نفقه بکن و استفاده کنین از پیششان هر چیزی که باشه فلهذا استفاده کردن و هر چیز از پیششان گرفتن و نفقه دادن به او. و دوم حدیث است که امام شافعی دلیل گرفتن که نه باید خود مالک مال از پیششان استفاده کنه و از پیششان هر چیزی که میخوره باید او را بگیرن. او اگر در دست کسی که امرایشان این مال مانده شده مال گروی مانده شده او اگر میتواند در عدم حضور راهن میتواند همه مصارف بالایشان بکند و از خود مالک مال این غرامات بگیرند و این مصارف بگیرند. اینجاست که علما بسیط یا 4 ترتیب تقسیم شده است. این 4 تقسیمش قسمی است که بعض علما یک چیزی را میگوید بعض علما دیگه چیزی را میگوید. خب مگر همه فیصله ای را میکنند یک چیزی باید مقبوض باشد یک چیزی باید حتمی و ضروری در برابر گروی داده شود
چرا که قرآن حکم کرده و باید مقبوض باشد. مقبوضیتش اینمیست که باید انسان با او پابند باشد و او را همیشه باید مراعات کند. یکی این عقدش است. و دوم عقدش است که مثلا علمای بخارا میگوید این عقد بی وفا است و بی وفا آن را میگوید که شما استفاده میکنید در عقد به نام بیع نه بلکه بی وفا او را نوشته میکنید. بعضی را میگوید، بعضی میگوید که نه به عقد بیع او را بگیرید اما بعد از این شرط بمانید که هر وقتی که نسخه کرده میتوانید باید نسخه شود. این یکی است. و دوم علمای دیگر میگوید برش میگوید این شرطی که تو در بیع ماندی شرط ماندن در بیع فسخ میکند و باطل میشود. لهذا چه باید شود؟ علما میگوید یک دفعه بیع صورت بگیره بعد از این باز عقد امرای خود وعده کند که یکی بعدیگه اما چیزی که اصلا او را باید برشتن داده شود باید داده. دوم علمای دیوبندی هستند و علمای بحر صغیر هستند. اونا میگوید چیزی برش داده شود و قسم داده شود که باید فایده از پیش نگیرد و بعضیشان میگوید که نه فایده هم از پیششان بگیرد و باید همراهشان هم باشد. سوم اینمی که بی وفا را تثبیت میکند علمای بخارا هستند. سوم عمل علمای عرب هستند. اونا میگوید در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته دکتر رحیلی در او میگوید 8 قول آورده که این اختلاف کرده عرب عجم و در خود عرب اختلاف و در خود عجم اختلاف و در بخارا و در خود علمای بخارا اختلاف. ولهذا یک چیزی را میگه مقبوضتون شد و یک چیزی را گرفتن که مقبوض شد اما در این باید فکرتان باشد که استفاده از پیششان نکنید. اما علمای بخارا میگوید استفاده از پیششان بکنید. دو چیز میگوید، یکی است که فسخ عیب در مابین عقد بیارید و دوم این که وقتی که شما این کار میکنید باید با اجازه بایع و مبیع عقد قسمی که شود که هر وقت فسخ کرده میتواند. و سوم میگوید که باید اجازه گرفته شود از خود راهن، کسی که گروی یک چیزی را میته زمین میته که از پیششان استفاده بکنید. این علمای بخارا بود. و در عرب مثلا در سوریه و در مصر به نام طاعات یاد می شود و بیع موقت یاد می شود. اونجا همین رواج دارد که استفاده از پیششان میکنند. البته این علمای متأخرین است که طور اجتهادی این چیز داده، این فکر را داده به خاطر داده که همه علما به این قانع هستند که گروی یک فصل و باب حکیمانه است در اقتصاد اسلامی. بدون از این امکان نداره که داد و معامله شود و یک کسی مجبور می باشد چی باید کرد. و عربها در سلف هیچ فرقی نیست. اما بعض علما اینطور میگن، مثلا امام صاحب ابو حنیفه در مذهب امام صاحب ابو حنیفه برش میگوید بیع وفا جایز است اما به اجازه شان. و در سلف حنفیان که هستند برش میگن نه هیچ استفاده باید نشود. و این در در مختار و در رد مختار در همه کتابا این بحث مفصل شده و میگوید که نشد. و دیگر علما میگوید که در مقابل نفقه هر 4 ائمه، یعنی 4 ائمه، امام صاحب ابو حنیفه، امام صاحب احمد بن حنبل، امام صاحب مالک، امام صاحب شافعی، این همه اجازه داده که باید شود به خاطر که لین دین قطع می شود، باید قطع می شود، مگر باید موقت باشد و این را باید فکر کنه که در مقابل این بیع مال برشان بدهد و هر وقتی که از مال استفاده می شود اجازه از پیش گرفته شد. یکی. و دوم این که بعضی علما میگن اجازه در کار نیست اما وثیقه هست و وثیقه بودن این مقبوضه و بدادن این مقبوضه همه قائل هستند اما صرف از طریق استفادهش قائل نیستند. بعضی میگن این سود است و بعضی میگن نه قرض است. در قرض این رواست اگر نشود لین دین و احتیاج همه مسلمین خراب می شود باید داده شود.
مگر علماء اینا قطعی میگن اگر فرضاً زمین گرفتی نمیتوانی تو با کسی به اجاره بدهی، باید به اجاره خود مالک باید به اجاره داده شود. بعد در آخر می نویسد در هر وقتی که پول داری و همان وقت میتوانی پس پول بگیری و فصل برش ادا کنی. به طوری که شدیار گرفتی باید به شدیار پس بگیری. اگر فصل بود در مابینش پس حاصل فصل هر وقتی که فصل بود در مابین زمین او را باید بگیری. فلهذا راهیلی در فقه الادله الاسلامیه 8 قول میارد. 7 قول میگوید که باید گروی نشود و 1 قول میگوید که باید گروی شود. فلهذا علما مختلف شده در مابین این که فایده بگیرد یا نگیرد. و بعضی علمای دلیل میگوید اگر فرضاً ما فایده نگیره کسی، مرتهن فایده نگیره، براهن پیسه داده نمیشود، بخاطر که طور امانت همراه ما باشد، مثلا خانه باشد، او را چه بکار میآید؟ مثلا نه او زیست کرده میتواند و نه او زیست کرده میتواند. مثلا زمین باشد، نه او کشت کرده میتواند و نه او کشت کرده میتواند. و یا فرضاً دیگر دابه باشد، مثلا شیر باید باشد و سوار شود بلند شود و استفاده نشود و فایده گرفته نشود. فلهذا این است که بحران تولید میکنند و معامله خراب میشود. از این لحاظ علمای متأخرین سمرقند و بخارا این تصویب کرده که باید استفاده از پیش گرفته شود و بنام بیع وفا. و بیع وفا تعریف از خود دارد که اینجا در مابین سند صرف بیع نوشته میکنه، اما قرارداد میکنه که بیع وفا است و نسخش هم باید باشد و شرط عقد شکستاندن هم باید بعد از سند نوشته کردن شود. این موضوع بحرانی در مابین علما بعضی جواب میدهد و بعضی جواب نمیدهد. خصوصا افغانستان در قضا سندم نوشته میکنه شرعا، محصول از پیششان میگیرد و اجازه برشان میدهد، به خاطر که علمای بخارا طور اجتهاد متأخرینش این فیصله کرد. و اگر کسی مثلا احتیاط باشد، اینجا علما میفرماید باید احتیاط کنند. اول یک کسی را بیافت که باید قرض حسنه برش داده شود و اگر کوشش کنه که مال و متاع خود را گرو ندهد، فلهذا یک چاره دیگه بکنه تا این معاملات مشکوک است و شک داره و بعضی حرام میگوید و بعضی حلال میگوید، از این خود باید نگاه کنه. به خاطر که بر هر مثلا آن چیزی که شما را در شک میاندازد او را دور کنید و آن چیزی که آن معامله کنید که شما را به شک نمیاندازد. لذا اینجاست که معامله گروی به این ترتیب است و سلام رواست و رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دارد. یک چیز دیگه است که رسول صلی الله علیه و سلم به مدینه که رفتن اونجا عند النبی صلی الله علیه و سلم المیکال میکال اهل المدینه، خیل کردن پیمانه کردن اهل مدینه میکند و میزان یعنی وزن کردن اهل مکه میکنند، هر دویشان. و میفرماید سعید خدری رضی الله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اسلم فی شیء، کسی یک شیء را تسلیم فلا یصرف الی غیره. فلهذا مثلا یک چیزی را نگرفتی، سلام دادی، پیسه دادی، پیش ازی که برای مبیعه یا آن چیزی برای تسلیم شود نمیتوانی او را بفروشی. همین است که در کیل و در وزن در مدینه اول که آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم در کیل و در وزن مردم مدینه خیانت میکردند و میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و اصحاب الکیل والمیزان انکم قد ولیتم امرین هلکت فیهما امم السابقه قبلکم. بفهمید ای مردم وقتی که شما کیل را یا وزن را زیاد و کم میکردین، سابقه امت همگی یک مرده است به خاطر مردن که اینا در کیل و در مصرفشان تصرف میکردن. و این صورتی که ما شما در خود قرآن عظیم شان داریم ویل للمطففین، افسوس، دوزخ، هلاک است به آن کسانی که تول میکند، برای خود تول میکند، خوب سنگین میگیره، پوله میگیره و برای دیگرها تول میکند، برایشان کم میدهد. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، وقتی که به مردم میدهد کم میکند و اذا کالوهم وقتی که کیل میکند موازنه میکند و او وزنوهم یا وزن میکند یخسرون
برای خود فایده میگیره و او را کم میدهد برشان. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینا گمان نمیکنند که پیش خدا یک روز استاد میشود؟ لیوم عظیم، آن روزی که روز قیامت است و بسیار سخت است. یوم یقوم الناس لرب العالمین، همگی مردم برشان استاد میشود. فلهذا در کیل و در وزن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن به مردم گفتن ای مردم کیل را کم نکنید. امتهای پیش به اینمی قوم شعیب علیه السلام به خاطر کم طول کردن و غلط دزدی کردن در خود کیل و وزن، فلهذا آن قوم هلاک شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه. علما درباره گروی این حدیث هم میگه کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر قرضی که فایده از پیش گرفته شود او رباست و باید ربا نشود. و ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند و میفرماید آن قومی که در آن مال غنیمت دزدی میشود، الله جل جلاله به آن قوم دشمن حواله میکند و رعب و هیبت آن دشمن را در دلهایشان میاندازد. و در آن قومی که سودخوری رواج می شود، قومی که آن سود می خورند، آن قوم هلاک می شود و قتل در آن مردن در آن قوم زیاد می شود. و آن قومی که نحف و طول را خسران می کند و وزن را کم می کند و رزق آن قطع می شود. و آن مردمی که معاهده می کند در معاهده غداری می کند، الله جل جلاله دشمن را بالایشان مسلط میکند. و آن قومی که فیصله به ادیان دیگر و یا به دیگر قانونها میکند، آن قوم را قتل میکند و از بین میبرد و مرضها بالایشان میکند و احتیاجش میشود. و علما میفرماید احتیاج به این معنا نیست، فقر به این معنا نیست که انسان مثلا فقیر است و چیزی ندارد، نه، فقر و احتیاج انواع بسیار زیادی دارد. نوعش نیست، بریز است و چیزی خوردن نمیتواند در پیش روش همگی چیزا ماندنی سامان نمیتواند. یک وقتی میشود همگی چیز قاحط شود، هیچ چیز خوردن نمیتواند. یک وقتی میشود که با این پول و به همگی چیزایش رضایل تداخل کند و همگی و بدعملی مصرف شود. و این چیزایست که مثلا محتاجی یک وقتی دیگر کدام چیزی در بازار پیدا نمیشود که آن را بخورد. و این است که این بیع وفا متأخرین که فیصله کرده است و بر رهن به وقت معین گرفته. در مصر این بیع فایده است پیش می‌رود. به مصر بیع الامانه و این هم یاد می شود. و به شام و در شام بیع الطاعه به نام بیع طاعت یاد می شود. و فقها اجازه می دهد بیع جائز را، یعنی جائز اینمیست که سهم باید گرفته شود و کار باید شود و از پیشان استفاده شود. ولهذا این موضوع است اختلاف اگر فرضاً ما بتوانیم از آن خود را نگاه کنیم و دور کنیم به خاطری که در شک نافتیم و خداوند جل جلاله ما را نگیرد. با وجودی که یک عالم برای یک فتوا میدهد خودت خلاص شدی، بری شدی، عالم میفهمه و خدایش میفهمه، عالم میفهمه و اعمالش میفهمه، برای تو جواز داده شد. اما وقتی که خدا پرسان میکنه از عالم میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر عالم سهو میشود یک اجر دارد و اگر عالم مجتهد میشود دو اجر دارد. فلهذا علما میفهمه و خدا میفهمه همراهشان. اما ما و شما باید احتیاط کنیم در همه معاملات خود. چیزی که ما را در شک میاندازه باید بمانیم و چیزی که برای ما شما معاملهش صفاست باید اجرا کنیم. فلهذا دعاء میکنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی خیر.